امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. در این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 62 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم ترانه کردی رو با همدیگه کار بکنیم و نوازندگیش رو یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. قطعه شماره 62 یه قطعه دوچاره و از نظر ریتمی ساده است، چیز پیچیده‌ای توش نیست. فقط تنها نکته‌ای که از نظر ریتمی باید بهش توجه بکنید تو همون میزان اول و دومه که شبیه به هم هستن. اینکه یه سکوت چنگ سر ضرب دو داریم، یعنی یک و او رو که میزنیم دو او رو باید سکوت کنیم و او بعد اون جفت آخر رو بزنیم. حالا با هم دیگه میزنیم و متوجه میشید که چطوری. تنها نکته‌ای که از نظر ریتمی توی این قطعه باید مواظبش باشید همینه. خیلی پیچیده نیست، پس بریم سریعتر با هم دیگه شروع بکنیم و جمله به جمله با هم دیگه پیش بریم. اگر نکته خاصی بود با هم دیگه توی قطعه یاد میگیریم. خیلی میزان اول نوتامون هست فا، لا، دو، سکوت چنگ و جفت دو. پس میزنیم فا، لا، دو، دو که بعد توی میزان دوم باز دوباره همین تکرار میشه. شمارشش چطوره؟ یک و او، دو او و او. دو او رو باید سکوت کنیم. یه بار دیگه یک و او، دو او و او. یک و او، دو او و او. این میشه دو میزان اول. میزان شماره 3 بعد از اون دولا خط تکرار که باز شده 4 تا جفت داریم. جفتمون هست فا، دو، دو، دو. 4 تا نوت چنگه. فا، دو، دو، دو. شمارشش خیلی ساده. یک و او، دو او و او. میزان آخر خط اول ر، دو، دو، سی، دو. ر، دو، دو، سی، دو. یک و او، دو او و او. دو میزان آخر خط اول رو با هم اجرا میکنیم. یک و او، دو او و او. یک و او، دو او و او. میریم سراغ خط دوم. دو میزان اول که خودش یه عبارته و بعد کل جمله رو تکمیل میکنه. دو میزان اول نوتامون هست جفت دو ره که حواسمون هست این جفتا چون بالای خطوط حامل هستن نوتاش جفت سفید و پشت خرک میشه. نوتامون هست دو ره، ره می ره، دو، دو ره، دو، سی، دو. پس میزنیم دو ره، ره می ره، دو، دو ره، دو، سی، دو. شمارشش یک و او، دو او و او. یک و او، دو او و او. و حالا اینجا یه دولا خط تکرار داریم که برمیگرده از خط اول دو میزان آخر رو دوباره تکرار میکنه که این 4 تا میزان که قراره دوباره اجرا بشه یک جمله رو کامل میکنه. من این جمله رو براتون میزنم. میریم سراغ جمله بعد. دو میزان آخر خط دوم که خیلی شبیه به همون دو میزان قبلیشه ولی آخرش عوض میشه. دو ره، ره می ره، دو، دو ره، دو، سی، سی، لا، دو. آخرش دیگه اون به جای اون تک دو میزنیم سی، لا، دو. پس میزنیمش دو ره، ره می ره، دو، دو ره، دو، سی، سی، لا، دو. شمارشش هم که خیلی واضح. یک و او، دو او و او. یک و او، دو او و او. خط سوم دو میزان اول جفت سی دو، ادامهش دو ره، دو، سی، سی، دو، سی، لا، ره. پس میشه سی، دو، دو ره، دو، سی، سی، دو، سی، لا، ره.
تریل با می بزنیم و خب برای شروع من پیشنهاد میدم اینو 8 تایی اجرا بکنیم، یعنی رمی 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 رمی، ولی مضربا قشنگ بیاد بالا، انگشتا زیر مضراب چسبیده باشه، چرخش ساعد رعایت بشه، ارتفاع مضربا خوب باشه. این اول خود اینو جدا تمرین کنید، بعد وصلش کنید به اول میزان، یعنی سی دو سی لا ره میشه. وقتی یادش گرفتید وصلش کنید به میزان قبلیش. و یه نکته که اینجا مهمه وصلشه به اون تکراره، یعنی بعد از این تریل ره که اجرا میکنید بلافاصله بعد اون جفت دو که توی اون تکرار این قسمت از خط دوم دو میزان آخر باید تکرار بکنیم، این وصله مهمه. بزنیم اینو باید بلافاصله به اون جفته وصل بکنیم. اینو باید تمرینش کنید و بعد اجراش بکنید. پس از خط دوم دو میزان آخر یه جمله شروع میشه، میایم توی خط سوم دو میزان اول رو میزنیم، تریل ره رو هم میزنیم که آخر میزانه. این قسمت ولت 1 هست و بعد یه دولا خط تکرار داریم که باید برگردیم از خط دوم دو میزان آخر دوباره این قسمت رو تکرار بکنیم و توی بار دوم دیگه ولت 1 حذف میشه، به جای ولت 1 ولت 2 رو میزنیم که میشه میزان آخر خط سوم، که تنها تفاوتش اینه که به جای تریل ره یه دونه تک لا میخوره، یعنی به جای اینکه بزنیم به جای این میزنیم، یعنی روی لا جمله‌مون تموم میشه. من این قسمت رو براتون 2 بار اجرا میکنم، یک بار با ولت 1 و یک بار با ولت 2. این میشه تا آخر خط سوم. میریم سراغ خط چهارم که یک ملودی جدید اضافه میشه و اوج این قطعه هست. خط چهارم دو میزان اول فا 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 میره دو، فا 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 میره دو. میشماریم یک و دو و یک و دو و. خیلی ساده. دو میزان بعد اولش با یه سرمضراب شروع میشه، یه سرمضراب که 3 تا نوت مختلفه. سرمضراب اون هست دو رمی، دو رمی فا سل فا فا می می فا میره دو. پس این دو رمی توی ضرب 1 باید اجرا بشه، یعنی 1 میشه برای این 3 تا نوت، او ادامه کشش این نوته و او میرسه به فا، میشه یک و دو و. یه بار دیگه میزنیم یک و دو و یک و دو و. دقت کنید که تمام فاها رو ما روی خرک دوم پشت خرک میزنیم، فایی که روی خط پنجم هست. فقط الان این فایی که آخر خط چهارم داریم چون بالاش 9 نوشته خرک نهم میشه. یه بار دیگه من این جمله رو میزنم، دقت کنید. اول چیزی که مهمه راست و چپشه. دقیقاً باید راست چپ همونی باشه که اینجا مشخص کرده، یعنی راست چپ چپ راست، راست چپ راست چپ راست. اینجا میشه راست چپ چپ راست، راست چپ راست چپ راست. حتما دقیقاً همونی که نوشته باشه و بعد کل خط چهارم باید 2 مرتبه اجرا بشه. یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و. بسیار عالی. و دو خط آخر دقیقاً تکرار خط دوم دو میزان آخر تا آخر خط سوم هست که یک بار با ولت 1 و یک بار با ولت 2 که قبلا زدیمه. و اینجا قطعه ما تموم میشه. خب یه دور من از اول تا آخر قطعه رو براتون اجرا میکنم که بشنوید که چه صدایی قراره این قطعه بده و شما باید تمرین کنید که چه صدایی از سازتون در بیارید. این چیزیه که شما باید بعد از چند جلسه تمرین بتونید از پسش بر بیارید که این شکلی قطعه رو اجرا بکنید. یک و دو و دو و دو و
این قطعه رو با مترونوم اجرا بکنیم. خب ما میدونیم قطعه هایی که مترونومشون عدد میزانش 2 ضربیه، مترونوم باید روی 2 بذاریم که مترونوم دور ریتمیکش برامون دوتایی باشه و خب سرعت هم که مشخص کرده بین 70 تا 90. کلا شما همیشه سعی بکنید وقتی یه قطعه یا سرعتی به شما داده، سرعت اطرافش رو هم تمرین بکنید. مثلا اگه گفته با سرعت 80 بزن، شما از سرعت 60 باید بتونید بزنید تا سرعت 100، حتی مثلا سرعت بالاتر رو هم امتحان بکنید ببینید چطوری. حالا اینجا خودش گفته بین 70 تا 90 بزنید. من سرعت مترونوم میذارم رو 90 و مترونوم میشماره 1 2 1 2 1 و 2 و 1 و 2 و 2. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت بکنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.